سلام آقا، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو اومدیم بهتون توضیحاتی درباره رنکاب بدیم و کسایی که میخوان رنکاب کنن و به رنک کانکور برسن حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشن. ممنون میشم که قبل از دیدن ادامه این ویدیو رو لایک کنید و اگر چنل ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید که خیلی به ما انرژی میدید و دوستانی که تازه ما رو سابسکرایب کردن یه لایک و کامنت هم بذارن که سابشون نپره. خب دوستان دقت کنید که برای رسیدن به رنک کانکور یعنی 500 نفر برتر توی اون سرور شما باید چند تا قانون رو رعایت کنید که حالا مرحله به مرحله بهتون توضیح میدم. شما اگر میخواین به رنک کانکور برسید باید سیزن قبلش توی اون سروری که میخواید رنک کانکور کنید حتما به رنک ایس برسید که وقتی سیزن جدید شروع میشه و میخواید سری کانکور رو شروع کنید از پلاتینیوم شروع کنید که سری بتونید کانکور کنید. بهترین سرور رو برای کانکور آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و همون کرج خودمونه. این سه تا سرور خیلی راحت میشه توش کانکور کرد. سطح انمیاش ضعیفه ولی یه خورده مشکل پینگ داره دیگه، اینو باید دقت کنید. خب دقت کنید که هر وقت میخواین با دوستاتون پلی بدید بگید که روی اروپا براتون استارت بزنن که رنک اروپاتون تغییر کنه. اگه منفی چیزی خوردید حواستون باشه. با دوستاتون رو اروپا پلی بدید ولی برای رنکاب از همون سروری که میخواید بین آمریکای شمالی جنوبی و کرج انتخاب کنید اونجا رنکاب کنید. پس حتما حواستون باشه هر وقت خواستید کانکور کنید سیزن قبلش رو باید تو همون سرور به رنک ایس برسونید که سیزنی که شروع میشه از پلاتینیوم شروع کنید. همونطور که میبینید لایک های ویدیو قبلی به 15 تا نرسیده، پس توی این ویدیو ما ردیم کد نداریم ولی از بین کامنت ها حتما یه نفر انتخاب میکنیم. اینم از کامنت های ویدیو قبلیه که به محض اینکه اسم آیدیشون رو بدن برشون یوسی رو میزنیم. دوستان دقت کنید که این قسمت حتما دقت کنید که اولی و انگلیش بذارید و پایینش هم ترکیه و تیک 60 ثانیه رم فعال کنید. آره سمت چپی ترکیه، راستی انگلیش، بعد تیک 60 ثانیه رم فعال کنید. بهترین مپا برای رنکاب ارانگل و لیویکه که خیلی راحت میتونید توش رنکاب کنید. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون لایک عزیزت هم بکو و اگر نظر پیشنهادی داری توی کامنت ها به ما بگو تا ازش استفاده کنیم. دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. بوس بوس.